چقدر مادرها باید بی فرزند بمانند که شما از خونخواری بحث کنید؟ چقدر خانه ها بی سرکلان بمانند که شما از خون ریختن این ملت دست بکشید؟ خونهای ریخته روسیه بس نیست که امروز در سرزمین اجدادی خود خون این ملت را می‌ریزید. گریه های این مادر دلی سنگ را آب می کند. گریه های این مادر یک ندای برای ملت است. ای ملت، این روز مادری تو را یک روز هم انتظار هست. ای نفری که میگویی که این کار به سر من نمی آید، به والله که یک روز هم مادری تو خواهد گریست، چون بی‌طرفی بی‌شرفی است. بسیاری ها شاید فکر بکنین که این مشکل فقط به سر همینا آمدن. هیچ نفری از اینا خائن نبودن. ملت ما خائن نداره. خائنان همان نفرانی هستند که دیگران را خائن اعلان میکنند. چقدر خانه ها بی نور شود که شما از خونخواری بس کنید؟ چقدر کودکان بی پدر بمانند که شما از خونخواری بس کنید؟ هدف شما چیست؟ معلوم هست که این کار را شما طرح‌ریزی کردید. این کار طرح‌ریزی شده است. معلوم هست که شما این کار را با دستان خونین خود تیار کردید. چرا باید خون این ملت بریزد؟ یک کودک 20 ساله چطور میتواند که ناآرامی را در داخل یک زندان بیارد؟ این موی سفید بیچاره چه گناهی رم که داشت نداشت، شما حقی نداشتین که ایرا با چنین شیوه بد قتل بکنید. امروز ما باید برای فریاد کردن ملت از گوشه های دنیا کار بکنیم، نه اینکه در زندان انداختن ملت و کشتن ملت. کشتن ملت خیانت هست. هر یک نفری که فرزند یک مادر را میخواهی بکشی، این را خوب بدان یک روز فرزند تو را خواهند کشت. اگر روز موی سفیدی را میخواهی بکشی، خوب بفهم که در موی سفیدی تو را به قتل خواهند رساند. هر یک بلاگری که این کار را محکوم نمی کند، شما اگر اون را گوش بکنید از ناموس خود خارج می شوید. بیناموسترین همان نفرایی هستند که گریه های مادران تاجیک را می بینند و صحبت نمی کنند، چون دلهاشان ترس دارند. اینها از ترس می میرند، چون اینها غلام صفتانی که فقط برای خود کوشش می کنند، نه برای ملت. امروز تاجیکستان ماتم دارد. امروز تاجیکستان ماتمی ملی دارد. 30 نفر را در زندان به قتل رسانیدن، این یک گناهی بزرگ هست. چطور توانست یک نفری 20 ساله، یک کودک، اینقدر ناآرامی را در داخل زندان بیارد؟ یا اینکه شما در گوش فیل خواب هستید؟ مردم جهان میبینند. حداقل از مردم جهان شرم کنید، از خدا که شرم ندارید. امروز فردا تاجیکستان را در صحیفه بدترین کشورهای دنیا میگذارند. خوب گذاشتن، باز هم زیادتر میگذارند. این ننگ هست، این بیناموسی است وقتی که در داخل زندان ملتی ما قتل می شود. دیگر ملت ها دیگر زندان ندارند، اما ملت تاجیکستان را برای خود زندانستان کرده است. دوستان عزیز، من باوری ندارم که یک نفر میتواند که اینقدر ناآرامی را در زندان بر سر دیگر مردم بیارد و به وحشیانت یک موی سفید را قتل بکند. این کار را از اول کدام نفر طرح‌ریزی کرده بود؟ چون که من به این فکر هستم که همین نفرایی که
یعنی که شیخ تیمور، مخصوم عبدالستار، یک دیگرش چی نام داشته که ایشان غازی بود که بود. خوب من این نفرها را قدر خوب نمیشناسم، اما فکر میکنم که اینا را از اول قتل کرده بودن و همه این بازی و همه این شو به خاطر این کردگی شده بود که یعنی که برای جهانیان نشان ندن که اینا را ما خودمان کشتیم. همونطور گفتن که یک داعشی در زندان آمده است، این مردم را کشته است و بوند برداشته است. شما وقتی که در داخل زندان داعشی ها بوند میبردارند، در کجا ما آرام هستیم؟ شما که هر روز میگویین که تاجیکستان آرام است. آرامی در کجا هست که وقتی در داخل زندان فرزندان این ملت را به قتل میرسانند؟ آیا شما جواب دارید برای این مادری که گریه هایش آسمان را به گریه آورده است؟ شما جواب دارین برای فرزندانی که به خاطر پدرانشان گریه میکنند؟ بس هست تاجیکان را خائن خواندن. ما خائن نداریم. خائنین ما همان نفرانی هستند که دیگران را حکم به خائن میکنند. بیایید شهامت را بیاموزید. میلیاردها نفر آمدند و رفتند و می آیند و می روند، اما در صحیفه تاریخ نام خود را غلام صفتان ننویسید، نام خود را ترسانجک ها ننویسید. و هر یک نفری که دست به سلاح میزنی و فرزند این ملت را به قتل میرسانی، این را باید بدانی روز تو خود به این سلاح خود به قتل خواهی رسید. جوانان کشور امروز از ناموس دور شدند. جوانان کشور امروز از مقاومت دور شدند. چرا مردم نمیخواهند که خدمتی حربی بروند؟ چرا؟ چون که مردم هراس از شما دارند. شما چون سیر نیستید از خون ملت، چون که شما از ملت نه از خدا نه از خود حتی شرم ندارید. در ماه شریف رمضان فرزندان ملت را به قتل رسانیدن، این چه گپ است؟ به خدا قسم، 1 سال نه 2 سال نه، هر سال